صبحتون بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجای که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما رو در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 5 فوریه و ساعت با وقت پراک 7 صبح من شالوگل خوجا آماده هستم که نوگانی ها رو برای شما بگویم. مقامات تندرستی تاجیکستان از روسیه خواستند که برای پیشگیری از ورود ویروسی نو به کشور یاری کنند. از جمله در میان درخواست تاجیکستان دستگاه حرارت سنج و وسایل سنجش وجود ویروس در بدن و چند دارو است. مقامات روسیه خبر دادند که در پاسخ به این درخواست به تاجیکستان 2000 وسایل تشخیص ویروسی نو یا تست سیستم سنجش خون انسان را فرستادند. مقامات بهداشتی در تاجیکستان میگویند وضع زیر نظر است و مسئولان سازمان جهانی تندرستی هم در همکاری با متخصصان تاجیک وضع را نظارت میکنند. یک کارمند حکومت تاجیکستان گفت راههای از چین بیرون آوردن شهروندان خواستار بازگشت به وطن را بررسی دارند. فعلا معلوم نیست که چقدر شهروندان تاجیکستان میخواهند به وطن برگردند، ولی قبلا مقامات گفته بودند در شهر وخان 47 دانشجوی تاجیک ماندند و در مجموع در سراسر چین بیش از 3000 جوان تاجیک تحصیل میکنند. شماره آن بخش شهروندان تاجیکستان که با هدف کار و سیاحت در این کشور هستند دقیق نیست. مقامات انتظامی تاجیکستان گفتند 2 قاچاقبر افغان را که در قتل خیرالدین احتمов پالکوونیک نیروهای مرزبانی در نویه شمس‌الدین شاهین گمانبر بودند در یک عملیات از بین بردند. این عملیات شب 1 فوریه در موضع خورستان نویه شمس‌الدین شاهین انجام شده است. مقامات افغانستان تاکنون در رابطه با این حادثه ابراز نظر نکردند. خیرالدین احتمов ماه دکبر سال 2017 در زد و خورد با قاچاقچیان افغان کشته شده بود. یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان گفت نهادهای اکتشافی بعد گرفتن معلومات به عملیات شروع نمودند. قاچاقبر خطرناک و فردی که کماندیر را به قتل رسانده بود نجیب ولد غلام رسول است. بعد از حادثه ماه دکبر 2017 او ناپدید شده بود، اما مقامات اکتشافی معلومات پیدا کرده در موضع خورستان و نزدیکی دهات قواق او و همراهانش را احاطه کردند، اما آنها مقاومت کردند و پدر نجیب غلام رسول و برادرش حبیب در این عملیات کشته شدند، ولی خودش توانسته است فرار کند، گفت مصاحبی ما. این منبع در ادامه صحبتش افزود که جسد غلام رسول و پسرش حبیب روز 3 فوریه به مقام‌های افغان سپرده شد. به گفته منبع پس از عملیات از جای حادثه 2 автомат، 5 تیردان و 8 نارنجک کشف گردیده است. دادگاه شهر دوشنبه طلب رهایی دلیر شریفов خبرنگاری بازداشت شده تاجیک را رد کرد. قبلا وکیلان مدافع او از دادگاه پایتخت خواسته بودند که شریفov را در زمان تفتیش پروندهش آزاد کنند. آنها گفتند روز سه‌شنبه با شریفov در بازداشتگاه واخوردند و روزنامه‌نگار از روند تفتیشات شکایت ندارد. در گذشته سازمان‌های عمومی حقوق انسان به این گونه اظهارات با شبهه نگریستند. وکیلان دفاع همچنین گفتند وضع سلامتی دلیر شریفov قناعت بخش است. با رد شدن درخواست وکیلان دفاعی دلیر شریفov از سوی دادگاه شهر دوشنبه او تا 2 ماه دیگر در بازداشت میماند، چیزی که جامعه شهروندی و خبرنگاران را در تاجیکستان نگران کرده است. دلیر شریفov روز 3 январ با قرار دادگاه نویه اسماعیل سامانی 2 ماه حبس شد. مقامات او را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و مذهبی متهم کردند. پیوندانش اتهام را بی‌اساس می‌شمارند. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیگر باره به عزمش برای خاتمه دادن به جنگ تقریبا 20 ساله در افغانستان و کاهش دادن تعداد سربازان آمریکا در این کشور تاکید کرد. او روز 4 فوریه ضمن پیام سالانه‌اش به کنگره گفت وظیفه آمریکا اجرا کردن نقش مقامات انتظامی در کشورهای دیگر نیست. او افزود ما کوشش داریم که در نهایت به جنگ درسترین آمریکا خاتمه بدهیم و سربازانمان را به وطن برگردانیم. سربازان آمریکا از سال 2001 تا کنون در افغانستان جنگند و حالا 14000 نفرشون در این همسایه کشور تاجیکستان جایگیر شدند. حکومت ترامپ میخواهد که با طالبان سازش کند و شماره سربازانش را تا به 8 یا 9000 نفر رساند. دونالد ترامپ سال 2016 هنگام معرکه انتخاباتیش قول داده بود که جنگ را در افغانستان به پایان میرساند. به مردانی که در اداره‌های دولتی ولایت لیبه ترکمنستان کار میکنند دستور شده است که در آستانه سفری رهبر خودکامه قربانقلی بردی محمدov به این منطقه موی سر خود را رنگ نکنند. با آنهایی که این دستور را اجرا نمیکنند گفته شد که از حق شرکت در ملاقات رسمی با حضور پرزیدنت محروم میشوند. قرار است در نزدیکترین فرصت پرزیدنت به ولایت لیبه سفری کاری انجام بدهد. هیچ شرحی در زمینه این امر وجود ندارد، ولی برخی میگویند احتمال این تصمیم به خود بردی محمدov
ربط دارد که از سال 2018 رنگ کردن مویش را بس کرده است. بعد این مقامات در پایتخت شهر اشقاباد ماه آگوست سال 2018 به همه سرتراشخانه‌های محلی امر دادند که دیگر موی سری مردان را رنگ نکنند. رئیس امانت بانک سبب قطع شدن فعالیت نظامی زلاتای کرونا را در تاجیکستان توضیح داد. سیروجدین اکرامی دیروز ضمن نشست خبری گفت زلاتای کرونا در یگان رویخط بانک مرکزی روسیه وجود نداشت، بنابراین کارش در تاجیکستان قطع گردید. این هم در حالی است که نظام زلاتای کرونا در گذشته بیش از 80% پول مهاجران را به تاجیکستان انتقال میداد. رئیس امانت بانک گفت اگر زلاتای کرونا همچون تشکیلات قرضی و یا بانک به قید گرفته شود میتواند در حدود تاجیکستان فعالیت نماید. یادآور میشوم که از روز 3 دکبر سال گذشته از زمان فعال شدن مرکز پولگذرانی تاجیکستان انتقال مبلغ به واسطه زلاتای کرونا به کشور ناممکن گردید. خورشید زیویی با امر پرزیدنت تاجیکستان رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تعیین شده است. او در این مقام جایگزین دلاور قادرزاده شد. آقای زیویی در ماه اکتبر سال گذشته معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تعیین شده بود. خورشید زیویی قبلا در مقام‌های رئیس پژوهشگاه رشد معاری و علم نزدی وزارت معاری و رکتور دانشکده زبان‌های تاجیکستان به نام سوتیم اولغزاده فعالیت کرده است. مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد زیرتابع حکومت تاجیکستان میباشد و به دولت راجع به مسائل مختلف مشورت ها ارائه میکند. در گذشته شخصیت های چون سهراب شریف و خدایبردی خالق نظر رهبری این مؤسسه را به عهده داشتند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت من برای شما از خود به اسعار خارجی برای امروز میگویم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است. $1 9 سومانی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 71 درم ارزش دارد. روبل روسی باشد نسبت روز گذشته اندکی بلندتر رفته است. برای امروز 1000 روبل روسی 152 سومانی و 80 درم مقرر شده است. تشکر میگم از یک شما برای همراهی و سپاس که در این صبح برای خبرها را از یعنی از رادیوی آزادی تماشا کردید. من همه شما رو در دوام روز با خبر تازه بازم منتظر خواهم بود. روزتان خوب و با برار بگذرد.